نکنه عزیزان. خدا با ماست و اینکه حضور این جمع دلالت بر وجود ایمانه و اینکه حضور این جمع ما را چه امیدوار میکنه که هنوز الحمدلله ایمان وجود داره و هنوز شهامت و همت وجود داره. اگر الان به این جمع بگی ببیر میمیره، خودتو فدا بکن فدا میکنه، قیام بکن قیام میکنه. ای جوانان علمدار و برومند و متین، پرچم اسلام را برپا کنید از بحر دین. این سرودی بود که دیشب در کرمسته بچه ها میخوندن. ای جوانان علمدار و برومند و متین، پرچم اسلام را برپا کنید از بحر دین. بالاخره همه باید پرچم اسلام رو بلند بکنیم. همه شما خواهر داری، مادر داری، دختر داری، برادر داری، خانواده دارید. این جمعی که اینجاست بالای 1000 نفره. اگر شما هر نفرتون خانوادهتون رو بسازی، 1000 تا خانواده درست شده. کم کم منعکس میشه به همسایه. حق همسایه هم ادا بکنید، حق دوست و رفیق هم ادا بکنید، حق جامعه ادا بکنید. انشاءالله که در آینده نزدیک جامعه مدنی مدینه منوره درست میشه و انصار و مهاجر درست میشن و صحابه درست میشه و دوباره برمیگردیم به صدر اسلام و کسی نه در دل بغض و کینه‌ای داره نه حسادت و دشمنی، همه با هم برادرانه زندگی میکنن. به امید اون روز انشاءالله که انشاءالله نمیریم و ببینیم که چنان تحولی در جامعه ما به وجود آمده. از بندر عباس استان فارسی اینجا، از استان فارس استان بندر عباس، استان هرمزگان، استان بوشهر، دوستان از جزیره کیش آمدن. سبحان الله، همه سهیمن تو این مراسم و تو این جلسه. من مقدار سوال هست، در این سوال خیلی مسائل حال مسلمین هست که نیاز به جواب داره و خوب گوش بدید. وقتی سوال و جواب باشه تو ذهن میمونه و انشالله سعی بکنید جامعه عمل بهش بپوشانید. اولین سوال بده. یک برادری یا خواهری سوال کرده یا جمعی سوال کردن: آیا حلقه نامزدی که جنس آن از طلا می باشد و در زمان عقد عروس به دست داماد و در زمان عقد عروس به دست داماد می کند حلال است یا خیر، با توجه به آن که طلا برای مرد حرام است؟ سوال دومش: و نماز خواندن با آنچه یعنی با همون انگشتر طلا برای مرد چه حکمی دارد و نماز خواندن با آن چه حکمی دارد؟ با ذکر توضیح از طرف عمومی صحراباغ زروان. سوال مال زروانیه، جواب مال چه؟ همه است. عزیزان من، همونطوری که جواب باید یک ضوابطی داشته باشه، فرهنگ سوال کردن هم داریم. هر وقت سوال از یک شخصی میکنید اینطوری بگید، نگید نظر شما در این باره چیه، بلکه بگید حکم خدا درباره این مسئله چیه. فرهنگ سوال، سوالای مهم بکنید که جمع استفاده بکنه. سوال فهمیدید؟ این رسم در تمامی این دیار و مناطق ما و در تمامی استانها. روزی میرسه که چه مثلا داماد یا جوونی پسر میره خواستگاری دختری، وقتی خواستگاریشو قبول کردن یک حلقه نامزادی میاره یا 2 تا حلقه میخره، یکی برای نامزادش یکی برای خودش، و تو همون جلسه حلقه نامزادی رو دست هم میکنن. حالا این عزیزمون نوشته در مراسم عقد عروس، بازم پدر و مادرشون بیامرزه که حداقل این حلقه نامزادی تو مراسم عقد یعنی صیغه عقد خوانده میشه، بعد حلقه دستش میکنه. ولی جاهایی هست که حلقه نامزادی پیش از عقد برده میشه، همون روزی که رفت خواستگاری حلقه هم میبره. اگه پدر عروس گفت بله، دختره گفت بله من دخترم بهت میدم، پس میگه این حلقه نامزادیه، من نشانه بکنم که دیگه کسی دست روش نگذاره یا گم نشه. یه زمانی نمیدونم اونهایی که گله دارن وقتی گوسفندا میرن تو گله، بعضی شاخهای گوسفنداشون رو رنگ میکنن، نه یا پیشینیش رو رنگ میکنه که چه این شاخ سفیده و این شاخ قرمز مال فلانیه، دیگه کسی طرفش نره، مشخص شده است. و این فرهنگ جا افتاده برای مردم که هر کسی حلقه نامزادی کرده مثل عقده. بچه مسلمان با یک حلقه نامزادی بدون صیغه عقد دختر فلانی رو حلال کرده برای خودش، پشت ترک موتورش میذاره، سینما میره، تریا شب میره، بستنی فروشی میره، تو بازار میره، تازه بعضی که خیلی مترقیان مسافرت هم میره با یه حلقه نامزادی.
عقدم در کار نیست، مسلمانم هست، ادعا هم دارم. بعد از 1 ماه 2 ماه 1 سال از نامزادی با همون حلقه از همدیگه سیر و بیزار میشن، جدا میشن. حالا کی جوابگوست؟ با یه حلقه طلا یه دختر رو حلال کرد بدون عقد، همه جا پدرش اجازه داد، اون پدر بی فرهنگ. بعضی از روی نادانی و سادگی است، بعضی از روی دیوسی است و بی غیرتی است. به کسی هم بر نخوره. من به این جمع نیستم، الحمدلله تو این جمع فکر نمی کنم آدم بی غیرتی باشه. اجماعاً یک صلوات. پس چیزی به اسم حلقه نامزادی در اسلام وجود نداره. فهمیده شد؟ این یک قسمت. قسمت دوم، حالا عقد، صیغه عقد جاری شد، آیا داماد اجازه داره که یه حلقه عقد در همون شب یه انگشتری دست چه خانمش بکنه، با خانمش بخره، و یه حلقه هم عروس خانم دست چه شوهرش بکنه یا دامادش همسرش بکنه؟ بله اجازه داره چنین کاری بکنه، با عنوان ویتامینش زیاد بکنه اشکال نداره. ویتامین میدونی چیه؟ ولی میگن در کشور مصر عبدالحمید کشک، شنیده دارش؟ یک از علمای بزرگ مصر و جهان اسلام فوت کرده. در یک از نوارهاش میگفت که یک تاجر مصری مرده، بعد که تو وصیت‌نامه‌اش نگاه کردن نوشته بود که تمامی اموالم مال سگم باشه، مال سگم باشه و بلا نسبت حاضرین. مردم مات شدن، این چه وصیتیه؟ رفتم پیش ملایی، گفتن که یه مرحومی بالاخره اینطوری وصیت کرده، وصیت کرده همه مالش مال سگ باشه، هل یجوز؟ و والله لا یجوز هذا فی شرعنا. لهجه مصری، والله ما یجوز، به خدا قسم که نمیشه، جایز نیست. و یه واشکی در این شیخ عبدالحمید میگه تو نوارشا، گفت یه واشکی در اون گوش اون ملا گفت مرحوم وصا به 50 جنيه لفضیلت الشیخ. اون مرحوم وصیت کرده که 50 جنيه مصری هم مال جناب شیخ باشه. گفت مرحوم الکیه، مرحوم چه گفت؟ یه بار دیگه بگو تا نگاه بکنم راهی پیدا میکنم یا نمیکنم. گفت مرحوم وصا به 50 جنيه لفضیلت الشیخ. گفت اذن یجوز، اگر اینطوریه جایزه، مالش مال سگش باشه، 50 جنيه باشه. واقعا هم هستن ملایی هستن که با یه موتور گازی خودشونو میفروشن، با یه موتور گازی ها، نه پترول ها، کاش کم پترول بهشون میدادن، با یه موتور گازی ماشین پیکان. خدا رحم بکنه. اما ملاهای خوبم هستن، علمای خوبم هستن، امت اسلام بهشون افتخار میکنه. بله عزیزان من، اگر علمای ما صیغه عقد باید که جاری بکنه، یا ملاها یا علما یا طلاب، اگر هر جایی رفتن همه جلوشون بگیرن، شرایط بهشون بگن، همه عقب نشینی میکنن. ما رو یه جایی دعوت کرده بودن، آقای زیایی شیخ عبدالوهاب بود، همه علما بودن. هنگامی که رسیدیم به مهریه، از پدر عروس سوال کردیم مهریه چقدر؟ گفت 100 سکه بهار آزادی. اگر تو میخوای مهریه 100 سکه بدی، پس چرا علما رو دعوت کردی که شاهد بر 100 سکه باشن که فقیر بمیره؟ 100 سکه، هر سکه 50,000 تومان حساب بکن. من گفتم من حاضر نیستم، یکی یا 1 سکه یا گواه نمیشم. همه علما عقب نشینی کردن، ما صیغه نمیخونیم، یا 1 سکه. 1 ساعت رفتن با داماد مشورت کردن، بعد آمد گفت ولی داماد راضیه 100 سکه بده. گفتم داماد 1000 سکه بده، ما شاهد نمیشیم، کسی هم صیغه نخونه. آخر برگشتن، دوباره رفتن بیرون، دوباره آمدن، گفت حالا چه 1 سکه؟ گفتم پدر و مادرت بیامرزه. بعد به داماد گفتم حالا که 100 سکه شده به 1 سکه، حالا میدونی چه کار بکن؟ تا عقد کردی، ازدواج کردی، 2 میلیونش بذار برای سفر عمره خودت با خانمت. قبوله؟ گفت قبوله. 100 سکه از سرت انداخته شد، تبدیل شد به 1 سکه. حالا 50 سکهش بذار برای عمره خودت با خانمت، اولین فرصت خانمت رو ببر عمره. قبوله؟ گفت قبوله.
اگر 10 تا 20 تا اینطوری علما خودشون رو صف بگیرن همه چی درست میشه. من عقدتو نمیخونم، من سیغر نمیکنم، من حاضر نمیشم، همه درست میشن. اما علما دیگه تابع شدن. به جایی که مردم علما تحکم بکنن بر جامعه، مردم علما رو میچرخونن. خیلی عجیبه. سوال اینجاست، اجمالی صلوات بفرستیم. آیا درسته از نظر شرعی مرد انگشتر طلا بپوشه؟ رسم در مراسم سفره عقد کیک 7 طبقه با شمع، با یک کاسه عسل، اینا همش دردیه که تو عروسی ها و تو مراسم های عقد کنون صورت میگیره و علما اصلا در این باره صحبت نمی کنن. از بس که درباره نماز صحبت کردن که مردم از نماز هم بیزار شدن. همش درباره نماز، 24 ساعت درباره نماز و چه؟ درباره نماز و روزه. کسی درباره مسائل عروسی و این فرهنگ غلط و این چیزهایی که جا افتاده چه صحبت نمیکنه، چون میترسن مردم ازشون بر بگردن. نهایتا همین چیزایی که گفتم، حالا زن و مرد همه نشستن منتظرن که داماد بلند بشه، حلقه آوردن، مرد حلقه رو در انظار مردم در دست زنش میکنه و بعد زن یا عروس حلقه رو در دست مردش میکنه و آدم واقعا شرمش میاد که در حضور این همه زن و مرد نامحرم این مرد دیوس بی غیرت و بیرگ و نامرد بلند بشه زنشو به نمایش بگذاره و اونجا با این انگشتش عسل دهان هم بکنن و کیک و تکه تکه بکنن، شمع خاموش بکنه و مردم براش کف بزنن، کیک و تکه تکه بکنه و بعد تو دهان هم بکنن کیک و بعد چه؟ عروس و داماد در حضور این همه زن و مرد نامحرم اونجا 2 نفری برقصن. اینطوری شده ها. نگاه که کجا دشمن دست گذاشته، نه توپ لازمه، نه موشک، نه هواپیمای جنگی. اینطوری ما رو نابود کردن. داماد ما رفته بود که شیرینی فروشی که کیک لقمه‌ای بخره. این کیک هست لقمه‌ای برای یک مراسمی. بعد ازش سوال کرده بود که این کیک برای چه؟ شیرینی فروشی گفته بود برای عروسی. بعد به داماد من گفته بود که خب مردم برای عروسی کیک های 7 طبقه میبرن، 4 طبقه، 5 طبقه، 7 طبقه. بعد داماد ما بهش گفته بود که ما پله نداریم تو خونه، برای ما همین لقمه‌ای بده که بهتره، ما پله نداریم بریم بالا. که چی باشه؟ اگه مال من 7 طبقه شد مال اونا 9 طبقه، همسایه میاد مال اون 7 طبقه باشه مال من 9 طبقه باشه. همجور که تو خانه مسابقه میدن و تو خرج و مخارج تو کیک چه طبقه هم، مگر کیک لقمه‌ای چشه؟ خیلی هم میچسبه. بله عزیزان من، طلا برای مرد حلال یا حرامه؟ دیشب من تو کرمسته اشاره کردم. رسول الله صلی الله علیه و آله یه روزی 2 تا چیز بلند کرد در نظر مردان و صحابه. در یک دستش طلا بود، در یک دستش حریر، ابریشم، پارچه. بلند کرد گفت ای مردان و ای نران امت من، اینو میبینید طلاست، اینو میبینید حریره، این 2 چیز بر نران و مردان امت من حرامه، مال زن هاست. ولی امروز میبینی که مسلمان هم طلا پوشیده هم لباس حریر پوشیده. خیلی عجیبه. علتش میدونی چرا حرام شده؟ از مرد خشونت طلبیده شده. مرد باید خشن باشه و مرد کامل نیاز به زینت نداره. طلا جزء زینت زنه، چون که ناقصه میخواد با طلا خودشو تزیین بکنه و خودشو زینت بده برای مردش تا تو نظر مرد جذاب بشه. ولی اگر مرد بیاد طلا بپوشه خیلی زشت‌تر میشه. متوجه شدی؟
اگر راست میگه پس 3 تا 4 تا انگشتر اینجا بپوشه، یه گردنبند، 2 تا گوشواره هم گوشش بکنه، النگام دستش بکنه. میگه فرقش با زنش چیه؟ اطباء گفتن که طلا برای مرد رو مسائل ژنتیکی مردم تاثیر گذاشته. از آقای دکتر بپرسی، من دیگه نمیدونم. حتی اطباء گفتن و اهل علم گفتن امروزه طب ثابت کرده که طلا رو مسائل ژنتیکی مردم چه تاثیر داره. از نظر مسائل ژنتیکیش هم مشکل براش درست میکنه. و پارچه حریر از مرد خشونت ساخت درست شده، یعنی طلبیده شده. خیلی زشته که مرد بیاد حریر بپوشه، لباسش و بدنش موج بزنه و نرم باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر مردی که خودشو شبیه زن بکنه لعنت خدا و ملائکه و بندگان خدا بر او باد، و هر زنی که خودش شبیه مرد بکنه بازم لعنت خدا بر او باد. چی میگه الان؟ طلا مال زنه، حریر مال زنه، آرایش مال زنه، صداشو باریک کردن مال زنه، نرم صحبت کردن مال زنه. اگر مردی چه در صدا، کیفیت صدا، چه در راه رفتن، چه در لباس پوشیدن، چه در طلا، چه در لباس از مرد تقلید بکنه و چه در موی سرش خودش شبیه مرد بکنه، این تخنث بهش میگن، مخنثه. و نهایتاً چه؟ لعنت خدا و رسول خدا بر اونه. فرق نمیکنه چه زن چه مرد. در بندر عباس قبل از انقلاب من یاد دارم یک زنی رفته بود سینه هاشو بریده بود، دکتر موهاش هم چه کوتاه کرده بود، سینه هاش بریده بود، عمل جراحی که خودش شبیه مرد بکنه. تو نگاه کن چی میشه. یکی از درجه دارای نیروی دریایی خودمون برای دوری رفتن به ایتالیا، دوست من بلوچه، سال گذشته تعریف میکرد، میگو رفتیم به روم، ایتالیا برای یک دوره. در روم که رفتیم در خیابان میرفتیم، نزدیک 10 تا 20 تا جوان خوشگل، دختر خوشگل تو خیابان روبروی ما می آمدن. اصلا دخترها چهرهشون مثل ماه بود، آدم خجالت میکشید از زیباییشون بهشون نگاه بکنه. ما همینجور دهانمون باز مات و مبهوت ایستاده بودیم که این 20 تا 25 تا عجیب یک رنگ خیلی زیبارو بودن. بعد یه نفر از دوستان دید که من تعجب میکنم، به من گفت که خیلی مات شدی، از این دخترها تعجب میکنی؟ گفتم بله من تعجب میکنم از این دخترها که چقدر زیبارو هستن. بعد گفت اگر یه چیز بهت بگم شاید سکته هم بکنید، 100 برابر تعجب بکنید، اینها دختر نیستن، اینها پسرن. این 20 نفری که داری میبینید اینطوری مثل دخترن، اینها پسرن که خودشونو به شکل دختر در آوردن، شذوذ جنسی دارن، تخنث دارن، از درون شکست خوردن. میگه وقتی این به من گفت من همونجا مات شدم که چطوری جنس مرد اینقدر پست باشه که اینطوری خودشو، اون خشونتش. تو باور میکنی که بعضی از پسرها امروز نه تنها سبیل و ریششون میتراشن، جای خودش ابروشون هم بند میزنن، ابروشون. بعضی از جوانا حتی موی پاشون هم چه پماد میزنن که یک سری مواد هست میزنن که موی پا و مردانگیشون رو برطرف بکنن. تعجب میکنه آدم که چطوری اینها مردن، اینطوری مردانگیشونو. و بعضی دخترها هم هستن خودشونو به شکل پسر در آوردن. هر دوتا جنس لعنت شدن و بر اونها نفرین شده. مرد باید مرد باشه و زن باید زن باشه. جنس اون طوری دیگره، جنس مرد طوری دیگره. خیلی زشت مرد طلا دستش بکنه، طلا گردنش بکنه. خیلی از جوانای ما گردنش طلا کرده، یقشو باز کرده که چه گردنش کرده؟ صلیب، داس و تبر گردنش کرده، تو صف نماز هم ایستاده مسکین، یقش باز، طلا گردنش، صلیب هم گردنشه، دست رو سینه هم گذاشته نماز میخونه، صلیب هم تو گردنشه. بابا اینا نمیفهمن، یادشون بدی، گناه دارن. اگر یادشون ندید تو گناهکاری. اگر میفهمید با همون صلیبش تو صف نماز نمی ایستاد.
ولی کسی نیست که بهشون بگه. قسمت بعدی سوال: آیا کسی که طلا دستش باشه مردی نماز بخونه نمازش درسته؟ نمازش درسته، چون چیز نجس نیست، کراهت داره اما نمازش درست شده. از گردنش ادا شده ولی ثوابی براش نداره. ادا شدن نماز چیز دیگه است، قبول شدن نماز چیز دیگه است. سوال اول. سوال دوم: سوال اول همین سوالی که جواب دادم. سوال دوم درباره زنهایی که در کوچه ها می نشینند. بله، این یک حرکت زشتیه. خیلی از زنها رو پله می نشینند بعد از نماز عصر، 5 نفر 10 نفر، از رو هم نمیرند. مردی میخواد تو کوچه رد بشه خجالت میکشه، از هر طرف میره دختر و زن دم در نشستن، چادرشون نازک بالای سرشون گذاشتن، رو گردنشونه، قهقه دارن میزنن، خنده، شوخی، جوک، مسخره دم در. هر مرد هم رد بشه یه جوکی میپرونن، یه مطلقی میپرونن، اینجاش اینطوری، اینجاش اینطوریه. من نمیدونم مردا کجا رفتن. اگر مردانگی به سبیل و بازی کلفت و نهیبه و صدای کلفت، دیگه بر مردانگی سلام. صلوات نگفتم، گفتم بر مردانگی سلام. اجماعاً یک صلوات. چرا خواهرای ما بعد از عصر تا غروب دم در میشینن؟ چون که کلاس ندارن، چون براشون کلاس نگذاشتیم، چون وقتشون رو پر نکردیم. فردا خواهرها بعد از نماز عصر کسی دم در نمی نشینه، چون سر ساعت 5 براشون سخنرانی هست و این مسائل همه رو در رو براشون میگم. اگر شما جلو زنهاتون بگیری به جایی که دم در بنشینن، هر 5 نفر 10 نفر امروز خونه شما میام داخل صحبت دینی میکنیم، داخل خونه بنشینن. هر روز تو خونه یکی از همسایه‌ها 10 تا زن همسایه برن پیش فلانی، امروز پیش شما یه چای و قهوه و حلوا آماده بکنه، فردا میام پیش شما. سخنرانی بلد نیستن، یه نوار یک عالمی بذارن اونجا چه گوش بدن. 400 تا نوار آقای زیایی هست، از شماره 1 شروع بکنن تا شماره 400ش. تو 400 خونه ناکو چی میشه؟ ولی چون بیکارن وقت همینطوری باید تلف بشه، دم در، تو بازار، تو طلا فروشی. غریبتر از این بشنوی، خیلی از زنهای مسلمان میره تو طلا فروشی، مردک سرحدی غریب تهرانی تبریزی تو طلا فروشی. خب وقتی میخواد انگشتر انتخاب بکنه، نه، مرد که همراه زنش نمیره، برو خودت طلا بخر، من حوصله ندارم، برو خودت. اگر همراهش بره این کارا صورت نمیگیره. تو طلا فروشی که میره، خب میخواد که انگشترش در بیاره، انگشت در بیاره، در نمیاد، چسبون شده به دستش، میخواد درش بیاره یکی دیگه جاش بکنه، بعد نمیتونه در بیاره. بارها شده، به من گزارش داده شده، به طلا فروش میگه امین تو درش بیار. میدونی معنی تو درش بیار انگشتر یعنی چی؟ یعنی مرد نامحرم طلا فروشی چشمچران اینطوری دست ناموس انسان میگیره، طلا رو از درش در میاره، یه پودری داره میزنه، نرمش میکنه، درش میاره. مرد کجاست؟ تو خونه. اینا همش درده. کسی که تو جامعه هست این مشکلات بهش میرسه. این حرفا همه خبر ندارن. شاید شما هم تعجب بکنید، یعنی اینطوریه؟ سوال بکنید، اگر از زنها سوال بکنید. بله، خواهش میکنم از برادرها و خواهرها رعایت بکنن دیگه، در کوچه ننشینن. به ناموستون بگی در کوچه ننشینید، درست نیست. سوال سوم: شخصی که عقد شرعی کرده تا چه اندازه مجاز است برای همسرش؟ آیا عقد تنها عقد، صیغه عقد، ما گفتیم نامزادی شرعی نیست، چیزی به اسم حلقه نامزادی نداریم، صیغه عقد داریم. آیا به مجرد عقد کردن کافیه که آقا زنش بگیره ببره خونه؟ کافی نیست. حتما باید، اگه عقد در خلوتی صورت گرفته، باید اعلام بشه که این زن اینه، تا مردم اگه همه خبر ندارن تو کوچه دیدن دختر فلانی با فلانی تهمت نزنن. فردا اگر اون زن حامله شد، بدون مراسم عروسی تحویل گرفت زنش، زن حامله شد، نگن ها این بچه از کجا درست شد. نه، اینجاست که عرف هم دخیله. یک روزی رسول خدا صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف دید که یک زردی رو پیراهنش هست، لباسش زرده.
گفت عبدالرحمن بیا اینجا. گفت ما هذه السفره، این آثار زردی مال چیه؟ مال زعفران بود. گفت که اول ترسید، بازجویی کردن این زردی رو پیراهنت مال چیه؟ گفت که تزوجت البارحه، دیشب من ازدواج کردم. این مال خودم نیست که زعفران زدم به لباسم برای خوشبویی، این مال لباس زنمه چسبیده به لباس من. حتی آداب بیت الخلا رفتن و توالت رفتن هم یاد ما داده. چطوری آداب مسائل زناشویی و مسائل عروسی و نکاح و عقد و اینا یاد ما نداده؟ از کجا آوردیم؟ همه سلیقه شخصیه، هیچ ربطی به دین نداره. چطوری تو این مرد و چه به این سن، به این سبیل، به این ریش، با این جوانی تو بردی سر حوض، همه مردم دارن نگاش میکنن، دارن بدن میشوره، صابون میزنه شام، آدم خجالت میکشه. حتی بچه خودت تو همون با خودت نمیبری، خودت تنهایی دارن میشوری. چطوری این همه مردم دارن نگاه میکنن؟ بعد حوله بهش میدی لباس عوض بکنه، خیلی زشته. بعضی جا دیگه رسم چیکار میکنن؟ اگر شب جمعه عروسی روز پنجشنبه عصر چمدون اطراف بندر، این طرف دیگه نمیدونم، یه چیزی هست به اسم ساخت، میگن ساخت. ساخت یعنی لباس زن میکنن تو چمدون، 3 تا 4 تا چمدون، از خانه داماد میبرن خانه عروس. کی الا؟ کی؟ عصر پنجشنبه، عصر چهارشنبه که فرداش جمعه است. 4 تا مرد میاد چمدون پر از لباس زن میذاره رو سرش، سازی و دهلی هم ساز و دهل میزنن، مردم هم مرد و زن دستمال بازی میکنن. حالا چه کار میکنن؟ بله دارن اعلام میکنن که لباس عروس خانم میخوان ببرن از خانه داماد به خانه چه. خیلی زشته. بعضی دیگه عروسشون سوار ماشین میکنن، همه گلکاری کردن تو خیابون، بوق بوق نگاه زن من بکنی. چی آخه اینا؟ مردم تو راه خودشون میرن با ماشینشون، از بس که بوق میزنن جلب توجه. چه خبره؟ بابا اینجا نگاه بکنید، من زنم آرایش کردم، کنارم گذاشتم تو ماشین، صورتشم مکشوفه، نگاه بکنید. و هی مردم سوت میزنن و کف میزنن تو ماشین. و چقدر تصادفات که نشده، توییتا پر زن و مرد دارن میرقصن تو ماشین، یه لحظه شادی، وقتی خبرش راننده رفت به جای دیگه. تصادفات که میشه، ناموسشو در معرض گذاشته. خیلی خجالت آوره که داره بوق میزنه. حتی وارد چه امام شده. قبلا ما دیگه این کار نمی کردیم، خودمون این کار نمی کردیم. حالا چه؟ هر یک کوچه چه؟ هر تمامی خیابانهای اون شهر همه بوق 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 بوق. که چی باشه؟ این بوق از کجا آمده؟ دوستی تعریف میکرد دوباره از اروپا، گوش بدید، اینا همش هدیه از اونجاست. به جای توپ و تانک با این اسلحه با ما میجنگن. میگه رفتم اروپا، تو خیابان صدای بوق شنیدم، نگاه کردم که بله. یک صلوات بفرسته زن. خدا ما رو نجات بده از این اخلاقا. نهایتا میگه دیدم صدای بوق داره میشه تو ماشین. حالا که نگاه کردم گفتم چه خبره؟ گفتن که 2 تا ازدواج کردن تو ماشین نشستن، تو اروپاست. بعد میگه نگاه کردم که تو این ماشین 2 تا مرد نشسته. سوال کردم پس 2 تا ازدواج کردن تو ماشین، عروسش کجاست؟ هر 2 تا مردن. تو کشورهای پیشرفته تو انگلیس بوده این مسئله. بعد میگه بله 2 تا مرد با هم ازدواج کردن. خنده داره عزیزان من، اینجا گریه داره، چون که به ما هم سرایت کرده. به کشورهای اسلامی هم شذوذ جنسی سرایت کرده. اونجا رفتن جلو مجلس انگلیس نشستن، این همه ادعای ترقی میکنن، به کره ماه رفتن گفتن همونطوری که مرد با زن میتونه ازدواج بکنه و زن با مرد، به ما اجازه بدید که زن با زنم ازدواج بکنه، مردم با مرد ازدواج بکنه. حتی من تو یک روزنامه خوندم که یک زن از قانون درخواست کرده که با یک سگ ازدواج بکنه. ازش سوال کردن، مصاحبه کردن، عکسش هم تو روزنامه پیش من هست، مصاحبه کردن باش که چرا با این سگ ازدواج کردی؟ گفت جواب این زن گفت من با چند تا مرد ازدواج کردم، از هیچ کدوم وفاداری ندیدم به جز این سگ که اینقدر وفادار ازش دیدم، گفتم پس با این وفادار ازدواج بکنم. فرهنگ انسانیت چه داره میشه؟ عقل کجاست؟
من امروز از اونها نقل میکنم اما به ما هم سرایت کرده. چرا من میگم تا ما هوشیار باشیم، به فرهنگمون افتخار بکنیم. اگر مهمان مردی از تو حیاتت میاد، باید سریع بدوی لباس همسرت، حتی چادرشو از روی چه جمع بکنی، لباسشو جمع بکنی، تا چه برسه که لباس داخلیش تو حیات باشه. باید پشت اون درختها در تاریکی شب لباس همسرت بندازی رو بند و خوش بکنید، تا چه برسه چمدان رو سن گذاشتن تو کوچه ها، این لباس زن من. یک دست لباس توربهاره تو یکی از عروسی ها 950,000 تومان برای یک شب خریده شده، یک بار مصرف 950,000 تومان. گل دست عروس خانم 30,000 تومان. گل رو ماشینی که چسبوندن 15,000 تومان. هم رنگ ماشین خراب میکنه، هم گل خشک میشه میره تو سطل زباله. گل دست عروس خانم چند شاخه گل 30,000 تومان. آرایشگاه 150,000 تومان، 5 ساعت میره اونجا. زنهاتون آرایشگاه نفرستید. دست بیوضو، اون زن بینماز، اون زن نامحرم، اون زنی که تجارت میکنه با اخلاق زنهای ما و دخترهای ما، نگذارید به آرزوهاشون برسن. باور بکنید که تو خیلی از آرایشگاه ها دوربین مخفی گذاشته. این دختر مسلمانی که هیچ کس لباسشو زیر بدنش، زیر لباسش و بدنشو ندیده، نقطه از بدنش، رسمه که باید ببرن آرایشگاه. نه، آرایشگاه زنه که اون زنه داره آرایش میکنه. بابا تو نمیدونی که اون زنه برای چه حرکت غیر انسانی داره کار میکنه. تو کشورهای اسلامی هر کوچه پس کوچه یک کارتون نوشتن مجوزم ندارن آرایشگاه. دختر مسلمان با شرم و حیا میره اونجا، لباسشو در میاره، بعد چه دوربین مخفی گذاشته، از اول آرایشش تا آخرش 2 ساعت 3 ساعت، هنوز عروسیش تمام نشده، دوباره نوارش تو دبی داره پخشه. خبرش هم نیست که کی از این فیلم برداری شده در حالق اوریانی. باور بکنید افرادی مواجه شدن فیلم همسرشون رو دیدن که داره به فروش میره 500 درهم. عکس همسرشون رو دیدن، همونجا بیهوش شدن افتادن. چطوری این عکس همسر من تو بازار داره فروش میشه 50 درهم؟ این همسر من. از تو آرایشگاه عکس گرفتن، فیلم گرفتن. خود مرد که نمیره. یک زن مسلمان، خواهرت، عمت، خالت، زن همسایت، انسان مؤمن بیاد آرایش بکنه تو خونه. نبرید آرایشگاه. این لباس های گرانده ها رو نپوشن. همش تور خالیه، میگذارن رو مبل اونجا رو تخت، بعد چراغانی میکنن رو سرشون و همه مردم دارن نگاه میکنن. زن و مرد نشستن بالا رو مبل از اول شب تا ساعت 1 شب. باور بکنید یه جوونی در مناطق ما اینطوری صحبت کرد، گفته بود لعنت بر من، کاش که از مادر متولد نشده بودم. میگفت رفته بودن استودیو، یک فیلم بردار آورده بودن که من از این برادرای خواهش میکنم، اینهایی که فیلم های اسلامی را پر میکنن، خواهش میکنم بعد از این دوربین هاشون رو آلوده نکنن به مراسم غیر اسلامی. این دوربین ها پاک شده، تحت هیچ شرایطی دیگه با این دوربین هایی که برنامه خدایی پر کرده نرن چه برنامه های غیر خدایی و ضد اسلامی پر بکنن. بعضی از مسلمان ها هم شریک 2 زن هم شریک قافله. خیلی عجیبه. بعضی از زنها تو مراسم اسلامی حجاب کامل، وقتی هم چه مراسم غیر اسلامی اونجا هم بی حجابی کامل، رقص. بعضی از مسلمان هم همطورن، حج هم رفتن، ملا هم هستن، همه چیز هم بلدن، ادعا هم دارن، تو نماز قیام هم شرکت میکنن، نماز تراویح هم میخونن، روزه پنجشنبه دوشنبه هم هستن، وقتی عروسی غیر اسلامی میشه اونجا هم میرقصن. خیلی عجیبه. به همه طرف میچرخه، مثل آفتاب گردونه. یه شخصیت داشته باش، مردانگی ثابت بکن، بندگی ثابت بکن نسبت به خدا. یک رنگ باش، یا اون طرف یا این طرف. این چراغ یا خاموشه یا روشنه، نمیتونه هم خاموش باشه هم روشن باشه. یا این طرف بیا یا اون طرف برو. آبروی اسلام زیر سوال نبر. از این به بعد تصمیم بگیریم که دیگه جز این مراسم دیگه تو خورچه برگزار نشه. هرچی اشتباه کردیم بسه. کاری نکنید که آخرین بار من باشه.
چیز خوب ارائه بدید تا خبرهای خوش برسه، ما هم بتونیم با خیال راحت بیایم اینجا، با عشق و علاقه بیایم. واقعا مردم میخوان و میپسندن و عمل کردن. این دوست تعریف میکرد، میگو رفتن دوربین فیلمبرداری، یه فیلمبردار از یک استودیو آوردن، آمد که از مراسم عروسی یک شب 100,000 تومان میگیره، از اول تا آخر فیلمبرداری میکنه، 100,000 تومانش هیچ. آدم میره یک نفر این مراسم برگزار بکنه، آدم 200,000 تومانش هم میده. واقعا چه به جا میرسه، ارزش داره. خب میگه آمد از اول مراسم فیلمبرداری کرد تا آخر. حالا ما رو بردن تو حجله. خود داماد تعریف میکنه، گفت رفتیم تو حجله، مادر عروس رفت دست فیلمبردار نامحرم گرفت، گفت بیا از تو حجله هم فیلمبرداری بکن. این عجیبه. حجله فقط برای اون مرد و زن درست شده، مردان دیگه حق ندارن برن تو حجله. هیچ مردی حق نداره بره تو حجله اون زن. اونجا برای اون درست شده. برای تو هم یه شب دیگه هست، یک برنامه دیگه هست، یا از تو هم گذشته، بالاخره اینو داشتید. به خود بیام کمی. اما این برادر عروسه، این برادر داماده، این پسر عموی فلان، این پسر خالشه. هر کاری کردم میگه چه مادر عروس گفت بیا داخل. حالا آمده از خود من با خانمم فیلم برداری میکنه رو تخت. میگه به جایی رسید که به خانمم گفت که یک کمی گردن اینطوری بکن. وقتی عکاسی میری نه، خود عکاس میاد میگه سر اینطوری بکن، گردن اینطوری بکن، درست میکنه. هر کاری میگه میگه اینطوری کمی تو فیلم بهتر میفته. عروس حالیش نمیشد. بعد مادر عروس با پرری گفت خودت بیا سرش درست بکن تا تو فیلم درست بیفته. دیگه قبل از این که دست من به صورت زنم بخوره، دست اون عکاس و فیلمبردار نامحرم و کثافت خورد به صورت زنم، منم همجور مات و مبهوت در مقابل مادر خانمم ایستادم. خدایا من همه کارم یا این همه کار است؟ گفتم به هم بدم، جرأتش ندارم، تحمل بکنم تحملش ندارم. لعنت و نفرین خدا بر من باد که اصلا تولد نمیشدم. این یک داماد خودش داره میگه، اعتراف کرد که من اینطوری شکست خوردم. شب اول زندگیم آرزو داشتم قبل از اینکه دستم رو صورت زنم بخوره، دست اون نامحرم به صورت زنم خورد. دیگه چی؟ پسر خاله و پسر عمو و پسر دایی میان روبوسی میکنن با عروس. این پسر خالشه، این پسر داییشه، یه عکس یادگاری بگیریم کنار هم بشینیم. کی پسر خاله و پسر عمو محرم شد؟ اینا همش فرهنگ غلطیه که در ما جا میفته. اگر شما امشب نشستید تا این وقت شب که بشنوید برق رفت تکون نخوردید، برق رفت تکون نخوردید، تو تاریکی نشستید، خواهرای شما ناموس شما تو اون تاریکی نشستن، یه نفر تکون نخورد، این برادرها سر پای ایستادن هنوز. من برای این صحبت ها مراسم رو به هم نزدم که اینها رو بشنوید. اگر شما خواهان شنیدن هستید و نشستی و تحمل کردید، باید مردانگیتون ثابت بکنید. از این به بعد بنده خدا با تمامی وجود در تمامی صحنه های زندگی بنده خدا. اگر به گرانی جانمون تمام بشه بنده خدا. من نیامدم اینجا با کسی رو درواسی داشته باشم نگم که فلانی ناراحت میشه. ناراحت بشه به من چی؟ به جای تشکر مشتلگدم بیاد، میپسندیم، اشکال نداره. مهم که حرفمون رو بزنیم. هر کسی خوشش میاد بیاد، هر کسی ناراحت هم میشه ما وظیفه داریم که بگیم، وگرنه مردنمون بهتره. و میدونم که همه خوشتون میاد و همه رگتون حرکت میکنه. مردانگی به سیبیل نیست فلانی سیبیلش کلفته. مردانگی به غیرت و مردانگیه و ناموس پرستیه. مسئله ناموس در اسلام خیلی مهمه. یک زن 4 تا مرد رو به جهنم میبره. یک زن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند روز قیامت بر سر در بهشت 8 تا در داره، بر سردر هر دری نوشته من بر 3 نفر حرامم. خدا اون روز نیاره که من و تو بریم در بهشت، تک تک در بهشت رو بزنیم، همه جلو ما میرن، بلا فاصله تو سینمان بزنن من بر تو حرامم، تو هم بر من حرامی، جای تو جهنمه، داخل من بر تو حرامه. اون 3 نفر کیان؟ یک دائم الخمر، کسی که 24 ساعت داره خمر می نوشه، این بهشت برش حرامه. 2 کسی که به پدر و مادرش بی احترامی میکنه، کمر آدم میلرزه. حالا شاید شما دائم الخمر نیستید الحمدلله، یا خیلی ها نیستن خدایا شکر، یک بارم لب به شراب نزدید، دهنتون مبارکه، همش اسم خدا و یاد خدا و ذکر خدا، آلوده نشده،
ولی دومی خیلی خطرناکه و همه ما لغزیدیم. کسی که به پدر و مادرش بی احترامی کرده. یکی از دوستان معلم من بوده، 20 سال پیش معلم من بوده عزیزان من، دوره راهنمایی. این تعریف میگفت آقای صالحی بهش میگن، میگه شب صدای در آمد، در خونه، ساعت 11 شبه. گفتم این وقت شب کیه؟ حالا که رفتم یک پیرمرد سرسفیدی دم در ایستاده، همجور داره گریه میکنه، تا منو دید انداخت تو آغوشم. گفتم پدرم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت که پسرم تهدیدم کرده اگر ساعت 11 12 شب آمدم خونه، تو خونه دیدمت، وای بر حوالت، کتک مفصلی بهت میزنم. به پدرش گفته ها، اگر تو خونه دیدمت کتک مفصلی از دست من میخورید. حالا سر ساعت 11 میترسم برم خونه پسرم چه شلاق آماده کرده که کتکم بزنه. مادری میرفتم پیشش، مسن 70 80 سالشه، رفتم پهلوش، تا رفتم پهلوش گریه کرد. گفتم چه کار داری مادرم، سفارش کردی؟ گفت که پسرم به من میگه کی سقط میشی، میمیری، خفه میشی، ای پیر زن تا از دست راحت بشم. مادری بوده که زن پسرش به پسرش گفته یا من تو این خونه یا مادرت. مرده هم به زنش گفته تو باشی، مادرم این پیرزن خرف، به خاطر تو، به خاطر تو بیام مادرم تو خونه نگه بدارم، مادرم بره بیرون، تو باشی. آه مادر. در مدینه شخصی مادرشو کول کرده بود، رو کتفش آورده بود مسجد النبی نماز بخونه. بعد از نماز مادرش رو کتفش گذاشت، رفت پیش پیغمبر، همجور بیدار بود که مبادا رو شکم بخوابه، به تو فشار بیاد. گشنه میشد، تشنه میشد، نمیتونست رو به زمین بذاره، همینجور تو شکمش میچرخید. حالا آمدی یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی به دنیا آمدی 2 سال از شیرش مکیدی، لباس کثیفت شسته بدون که در بینیش بگیره. حالا یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی مادر و پدر به سن بالا میرسن، دلشون نازکتر میشن، کمبود بیشتری احساس میکنن، بیشتر نیاز به رعایت دارن. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند، علما میفرمایند، دعای پدر و مادر در حق اولاد مثل دعای پیغمبر در حق امتشه. بترس از دعای مادر و نفرین مادر. این قصه رو گوش بده. در خود مدینه جوونی اجلش رسیده بود، هر کاری میکردن سکرات مرگ بهش فشار میآمد، چشمش اینطور سرخ میشد، جانش بالا نمیآمد، روحش در نمیآمد. خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید که مادرش نفرینش کرده. مادرش طلبید، گفت مادر این پسر تویه؟ گفت بله. گفت حلالش بکن، ببخشش آخر عمری تا روحش در بیاد، تا زجر نکشه. گفت نمیتونم حلالش بکنم، اونقدر به من بی احترامی کرده که حدی نداره، اصلا از دلم در نمیاد. گفت خواهش میکنم، من از تو خواهش میکنم حلالش بکن. گفت نه نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم باش صحبت نکرد با پیرزن، دستور داد هیزم بیارید. هیزم آوردن، گفتن آتش بزنید، آتش زدن. پیرزن حالا مات شده بود، آتش برای چی؟ هیزم برای چی؟ بعد دستور داد که، حالا نگاه میکنه پیرزن، مادر نه، دستور داد این جوان رو بلند بکنید بندازید تو این آتش. صحابه دویدن به طرف جوان که بلندش بکنن تو آتش بذارن. پیرزن گفت چه کار میخوای بکنی؟ اول سکوت بود، آتش زدن، هیزم آوردن، بلند کردن پسرش، جلوش تو آتش. چه کار میخوای بکنید ای رسول خدا؟ گفت تو حلالش نکردی، نبخشیدش. اگر تو حلالش نکنی روز قیامت باید بره تو جهنم بسوزه. من میخوام بلندش بکنم تو آتش بندازمش. همین کار ملائکه باش میکنن تو روز قیامت. اینجا بود که مادر یک پارچه خودش فراموش کرد و محبت مادری گل کرد، دوید همینجور بچه‌ش تو آغوش گرفت و نوازش کرد و حلالش کرد. عاطفه مادر چقدره، گذشت مادر چقدره، محبت مادر چقدره، شفقت مادر چقدره. پسرش تو آغوش گرفت، سر و صورت و پیشانیش همه بوسه زد و حلالش کرد. تا حلالش کرد روح پسرش هم بالا آمد.
چند بار به مادرت گفتی ای پیرزن؟ دختره حالا دیپلم گرفته، دانشگاه داره میره، پاش رو پا انداخته، مثل یک نوکر کنیز به مادرش میگه خوراک درست کن، خوراک بیار، لباسم اتو بکن، لباسم بشور، من دانشگاه دارم میرم. یکی از علامات قیامت ان تلد الامة ربتها، این که بیبی کنیز بیاد بیبیشو به دنیا بیاره. سوال کردن تعجب کنیز چطوری بیبی به دنیا میاره؟ گفت در آخر الزمان دختری که باید اطاعت و احترام مادرش بکنه برعکس میشه، مادر باید اطاعت دخترش بکنه. حالا شده داره میبینی پسرها همینطورن. یه جوونی آمد در مدینه شکایت باباش بکنه، گفت بابام پولم برداشته، پولم بهم نمیده، حقم خورده. رسول الله عصبانی شد گفت انت و مالک لبیک اذهب، دیگه از این حرفا نزن، تو و مالت مال باباته. وقتی به دنیا آمدی یه ساعت هم سر مچت نبود، یه لباس هم پاد نبود، نداشتی، حالا آمدی شکایت بابات کردی که مالم خورده. تو چه کاره هستی اصلا؟ روی سردر بهشت نوشته من بر 3 نفر حرامم: 1 دائم الخمر، 2 کسی که به پدر و مادرش بی احترامی بکنه، 3 دیوس. اون دوتا فهمیدن، صحابه سوال کردن دائم الخمر میشناسیم، حقوق والدین هم میشناسیم، میدونیم چیه، دیوس چه کسیه؟ گفت دیوس کسی که نسبت به ناموسش بی تفاوته. یه روزی در آخر الزمان دیاست و دیوسی و بیغیرتی به مردان امت من سرایت میکنه. اینها بدونن که بوی بهشت نمیشنون و رو سردر بهشت نوشته دیوس بر من حرامی، وارد من نمیشی. کسی که راضی بشه زنش آرایش بکنه، 7 قلم سرخ و سفید، عطر کلون، لباس نازک، کفشش پاشنه کفشش 1 متر، کرب کرب تو این خیابون، بوی آتکلونش از کجا داره میاد؟ آقام عین خیالش نیست. جرأت هم نمیکنه، زنش از جلو چشمش رد میشه، جرأت نمیکنه بگه زن کجا میری. دوستی یه وقت به من گفت که یه زنی همطور خیلی شارلاتان بوده، به شوهرش میگه پول بده. شوهرش قدش خیلی کوتاه بوده، ضعیف بوده، زنش خیلی به زنش به شوهرش میگه پول بده، میگه پول نیست. کجا میخوای بری؟ پول نیست. میگه پول نمیدی نه؟ بلندش میکنیم میذاره تو تاقچه، یا پول بده یا پایینه نمیارن. آخرم با یه برادر افغانی فرار کرد، هنوزم پیدا نشده. شب 3 تا افغانی پدر شوهرشو کشتن، من خودم رفتم سر همین میت. از مدینه آمده بودم، بعد از 3 سال گفتن یه میت واقع شده. 3 تا افغانی بودن، شب اونقدر این پدر شوهرشو کتککاری کرده بودن و جنساشو برداشته بودن، تو خونه خوابیده بوده. مستاجرش بودن نه؟ با زنش چه توافق میکنن، بعد چه فرار میکنن، یه گونه آردی به این بزرگی تو گلوش، تو این دهانش جا داده بودن، بعد دهانشو بسته بودن، کتککاری دستاش از پشت. فوت کرده بود دیگه، پزشک قانون آمده بود، ما هم رسیدیم همونجا رفتیم نگاه کردیم. زنش هم هنوز رفته، الان نزدیک چند ساله؟ چیز حدود 17 ساله همون زن. مردانگی تو چیه؟ خیلی عجیبه. گاه وقتی میگیم بابا عروسی اسلامی بکنید، با جوان که غرور داره، همه جوانا عروسی غیر اسلامی کردن، ساز و دهل و مقول و نمیدونم فلان و چه این چیزا آوردن، مطرب آوردن، با جوان صحبت میکنی، دختر و پسر چارش میکنی، نصیحتش میکنی، میگی چشم جناب شیخ باشه، حالا که تو خواهش میکنی چشم عروسی اسلامی میکنم. همه راضیان. یه وقت میبینی نه، حالا برنامه فردا شبه، یک دفعه تلفن میاد، نه برنامه به هم خورده شیخ، تو تا دیشب میگفتی برنامه درسته، قانع شدی؟ گفت نه، مادر بزرگم قبول نکرده. هر کاری کردیم سرش زیر نمیاد. مادر بزرگم نذر کرده که من عروسی تو بشه، من دستمال بازی بکنم. نذر گرفتم که ساز بیارن، دهل بیارن، من دستمال بازی بکنم. 80 سالشه. تعجب میکنی. نذر روزه شنیده بودید، نذر نماز، نذر نمیدونم صدقه، نذر نمیدونم، حالا نذر رقصیدن هم بشنوید. نذر رقصیدن هست. خیلی عجیبه. اونم چه کسی؟ پیرزن 80 ساله. هنوز دنی تو دل داری دستمال بازی بکنی؟ اینطوری ما مبتلا شدیم نه؟ هرچی میگیم به بابا، به مردم میگیم بابا شما مردی، میگه زور زن نمیشه. خیلی عجیبه. خیلی راحت ما چاره زنه همون نکنیم. خیلی عجیبه.
چاره زنت نمی کنی؟ پس تو چه کاره هستی؟ ایداد ویداد